خبرنگار خانم معصومه حاتمخانی از خبرگزاری مهر. سلام آقای دکتر، خسته نباشید. من تشکر میکنم از اینکه حسن توجه داشتین به رسانه‌های مکتوب و اجازه دادین ما حضور داشته باشیم و این گفتگوی تلویزیونی از اون حالت غیر منعطفش خارج بشه. من بحثی که خدمتتون دارم اقتصادیه و البته انتقادی. مباحثی هست که دغدغه ذهن مردم هست و شما هم که همیشه طرف مردم هستین. در ابتدای دولت شما فرمودین که پول نقد رو سر سفره مردم میارید، اما الان شاهدیم که ارزش پول و دارایی مردم به 1/3 تقریبا کاهش پیدا کرده. یعنی 1000 تومان رو اگر حساب کنید الان ارزشش 300 تومان داره. یا اینکه شما قول دادین که برای مردم 3 میلیون شغل ایجاد بکنین. در مجلس ما الان شاهد مراجعات مکرر مردم هستیم به نماینده ها که دغدغه بیکاری، افزایش بیکاری و تحصیلی کارخانجات شده. در هدفمندی گفتیم که می‌خوایم پول رو در جیب مردم بذاریم. اما نظرسنجی که از تلویزیون هم پخش شد نشون میداد که 80% مردم میگن که پول یارانه‌ها رو نمیخوان و علاقمند هستن که به گذشته برگرده قیمت‌ها. موضوع دیگه این که در مورد همین هدفمندی گزارشاتی هست از طرف دیوان محاسبات که میگه نیمی از یارانه‌هایی که پرداخت شد به مردم از منابع غیرقانونی بوده. یعنی اون چیزی نبوده که در قانون ما داشتیم. البته خب حساب کتابای دولت من فکر می‌کنم با حساب کتاب نهادهای دیگه متفاوته. برای هدفمندی تو مرحله دوم اصرار داریم که اجرا بشه با افزایش قیمت 2500 تومان بنزین که مجلس البته جلوی اون رو گرفته تا الان. مهمترین شعاری که شما دادین مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. گفتین که می‌خوایم با فساد اکبر مبارزه بکنیم. بزرگترین فساد اقتصادی که پرونده 3000 میلیارد تومانی هستش در دوران شما اتفاق افتاد و خودتون البته قوه قضاییه رو تهدید کردین که در کابینه و اطرافیانتون خط قرمز هستن و اجازه رسیدگی اون اتهامات رو نمیدین. سخنرانی داری شما میکنی جامون عوض کنیم شما سخنرانی کن. خدمتتون دغدغه ذهنی مردم به هر حال انتقاداتی وجود داره. دغدغه ذهنی شماست البته اشکال هم نداره. نماینده افکار عمومی هستم خدمتتون هستم و بالا ما رأی ندید. کسی دیگه رأی داده. بفرمایید. که جواب این انتقادات رو از شما بشنوم. لطف می‌کنین اگر جواب بدید. گفتین پاکترین دولت بعد از انقلاب هستین در حالی که بودجه که از مهمترین سند انضباطی مالی هستش تا امروز به تأخیر افتاد و تقریبا شما رکورد تأخیر در ارائه بودجه رو دارین که اون رکورد هم البته متعلق به دولت خودتون هست. حالا در مورد تحریم ها هم شما به درستی گفتین که تحریم ها کاغذ پاره هستن، اما حالا چی شده که مشکلات اقتصادی که الان خیلی از کارشناسان معتقدن در دوره دولت شما داره اتفاق میفته مربوط میدونین به تحریم ها. برخی معتقدن از مردم منظورمه که رفتارها و گفتارهایی که دارین به وحدت خدشه وارد میکنه. البته آخرینش هم از طرف رهبر غیر اخلاقی، غیر قانونی و غیر شرعی اعلام شد. مردم معتقدن که الان با این وضعیت این جور اقدامات یه جور تفره رفتن از پاسخ به مشکلات و مصائبی هستش که مردم باش در ارتباط و روبرو هستن. من میخوام بدونم که چه پاسخی به این انتقادات دارین؟ مردم میگن مشکل ما الان معیشت و گرانیه، اما مراسماتی برگزار میشه مثل مراسم جشن چند میلیاردی که در بندرعباس برگزار شد. من خواهش میکنم به این انتقاداتی که حالا از طرف مردم من بیان کردم. خیلی متشکرم. خبرگزاری مهر یک خبرگزاری وابسته به سازمان تبلیغاته که با پول دولت هم اداره میشه. حالا شما بیانیه خونید اشکالی هم نداره، من تحمل میکنم، اما مطمئناً شما پیش هیچ مسئول دیگه نمیتونید همچین بیانیه رو بخونید، فقط پیش احمدی نژاد میتونید بخونید. شما یه بیانیه خوندید یه سری اتهاماتی به دولت هست. یه کسی گفته دولت نمیدونم بزرگترین فساد اقتصادی در دوره ما اتفاق افتاده. بله در دوره ما 5 تا جنگ هم تو دنیا اتفاق افتاده. ارتباطش به دولت مهمه. خیلی کارا میکنن. ربطش به دولت چیه؟ فساد اتفاق افتاده چه ربطی به دولت داره؟ زلزله هم میاد. ممکنه یه دم هم دیگه رو بکشن. ارتباطش با دولت مهمه. یا دولت نقشی داشته؟ خیر. من همچنان میگم پاکترین دولته این. برای اینکه همه بسیط شدن که بالاخره چیزی پیدا نشد که دولت متهم بشه. ممکنه یه کارمندی
همه جا هست، همه جای دنیا هست، در بقیه دستگاه ها هم هست. اما اینکه شما فرمودید که نظرسنجی کرد آقای حیدری که 80% مردم گفتن هدفمندی رو نمیخواد، هم خود ایشون هم شما میدونید که این کار غیر علمی است. شما یه برنامه مشخص در تلویزیون میذاری با یه عده بیننده خاص، بعد یه اطلاعاتی میدی، همونجا نظرسنجی میکنی. این که نیست. ما هم نظرسنجی داریم و میشه همه مشکلاتی کشور رو وضع کرد به این دولت، اشکالی هم نداره. ما معتقدیم دولت پول نفت رو آورد سر سفره مردم، چرا نیاورد؟ این که میگید پول مردم 1/3 شده، تو جیب کی رفته بقیهش؟ پس یه عده پولدارتر شدن که. بله، کسانی که حقوق ثابت میگیرن تو این 1 ساله آسیب دیدن. قبل از این 1 سال چی؟ بازم آسیب دیدن. تمام شاخص‌ها و اندازه‌گیری هایی که تمام نهادها حتی مخالفین دولت تهیه کردن میگن فاصله طبقاتی کم شد. یعنی چی؟ یعنی رفت سر سفره مردم دیگه. وقتی این همه مدرسه ساخته میشه تو جیب کی میره؟ بیمارستان ساخته میشه، راه ساخته میشه، کارخانه ساخته میشه، بندر ساخته میشه. بله میشه ما برای اینکه دولت رو محکوم کنیم یه سری اطلاعات ناقص رو به هم بچسبونیم یا یه مقدار حرفای عامیانه بزنیم. میشه، آزادم هست، مشکلی نیست. دولت نهایت صرفه‌جویی کرده امسال. یعنی با 90,000 میلیارد تومان یه بودجه‌ای که اقلاً باید 135,000 میلیارد تومان خرج بشه، با 90,000 تومان کشور رو اداره کرده و کارهای اساسی کشور اجرا شده. من نمیگم باید به این دولت جایزه بدیم، نمیگم باید جایزه بدیم، اما یکی از نمادهای اصلی رفتن پول سر سفره مردم همین هدفمندی است که بعضی ها بدون ارائه هیچ سندی و استدلالی باش مخالفت میکنن. نمیدونم چرا. از قول مردم حرف میزنن، مردم میگن ما نمیخوایم. خب مردم خودشون زبان دارن، میتونن حرف بزنن. منم با مردم در تماسم، شاید خیلی بیشتر از بسیاری از نهادها. یعنی یه نهاد با همه مجموعه چقدر با مردم ارتباط داره، من بیش از اون ارتباط دارم. مشکلاتی پیدا شده تو 1 سال اخیر، میشه همه رو انداخت گردن دولت، خیال خودش آدم راحت کنه. ولی اون کسی که این کارو میکنه فرض کنه فردا خودش میخواد کشور رو اداره کنه، وقت باید پاسخ بده، باید یه راه حلی داشته باشه برای این مشکلات. راه حل باید داشته باشه. از این انتقادات زیاد میشه، ما همه رو گوش میدیم، هر کدومش وارد باشه دستشم میبوسیم، هر کس انتقاد کنه استفاده میکنیم. حجم فعالیت‌های عمرانی در این دولت چند برابر دولت‌های قبله، با اینکه متوسط فروش نفت در این دولت بیش از دولت‌های قبل نیست، بلکه کمتره. تولیدات علمی کشور چند برابره، نوآوری‌ها، فناوری‌ها چندین برابره. اینا همش کارهایی است که یعنی بازگشت پول توی زندگی مردم. سرمایه‌گذاری در نفت 3 برابر دوران مشابه قبله. این سرمایه‌گذاری است. در وزارت نیرو همینطور، در صنعت همینطور، که من نمیخوام حالا اینجا آمارش رو تکرار بکنم. معنیش این است که ضعفی وجود نداره، اشکالی وجود نداره، باید مقایسه کرد. بعضی حرفایی هم ما هیچ وقت نگفتیم، به حساب ما گذاشتن، از جمله همین پول سر سفره مردم. من هرگز چنین حرفی نزدم، من از قول کسی دیگری نقل کردم، منتها طبق معمول این ورورش رو بریدم، گفتن تو گفتی، گفتم بسیار خوب، من گفتم، ما انجام دادیم. خیلی کارهای دیگران قول دادن، ما انجام دادیم، اینم روش انجام دادیم. من معتقدم شرایط اقتصادی کشور شرایط بسیار خوبی است. بله تورم میشه، همه مردم که ضرر نمیکنن که، فقط حقوق بگیر ثابت اگر حقوقش افزایش پیدا نکنه ضرر میکنه، بقیه سود میبرن از تورم. که فرض کنید خونه گرون شده، خب همه ضرر میکنن تو خونه گرون شدن، یا اونایی که هیچ خونه ای ندارن ضرر میکنن؟ خب دولت اومده مسکن مهر رو انداخته که همه خونه دار باشن دیگه.
داره هم کار میکنه، داره برای اینکه در نوسانات و این دولت به شدت ضد فساده. ما ساختارها رو اصلاح کردیم، سیستم‌ها رو اصلاح کردیم، نظارت‌ها رو اضافه کردیم، ارتباطات مردم رو برقرار کردیم و خدا رو شکر میکنیم هیچ وسیله‌ای تا الان نچسبیده به این دولت. در ادعای سیاسی چرا بخاطر تبلیغات دیگه میگن دیگه، اما در عمل کسی نتونسته ثابت بکنه دولت. حالا یه کارمند یه گوشه دولت 2,600,000 تا کارمند داره، یعنی چندین برابر کل سایر قوا، اما به نسبت من معتقدم این دولت حتی مطلقش هم بگیریم سلامت خیلی بیشتر از جای دیگه. خوشحال نیستیم جای دیگه مشکل است، ان شاءالله اونجاها مشکلی نیست. ما کشور خواهیم ساخت به لطف خدا، ملت ایران خواهد ساخت. فشار اومده، مشکلات درست شده، اما از اینا عبور خواهیم کرد. همه ظرفیت‌های کشور رو به فضل الهی فعال میکنه با کمک همین مردم، با همین جوونا، همین ملت. گفتید بیکاری، ما گفتیم 3 میلیون شغل درست میکنیم، با اجازه جناب عالی 6 میلیون درست کرد. بیش از 6 میلیون تو این 7 سال شغل درست شده، بیش از متوسط همه سالها و همه دوره‌های کشور. اما بله بسیاری از جوانان مثل جناب عالی مال دوره رشد جمعیت بالا الان وارد بازار کار و ازدواج و زندگی شدن. این آمار رسمی کشور مشخصه که بیش از 1,200,000 نفر تو این سالها وارد شده به بازار کار و مسکن، ازدواج، یعنی رسیده به سنی که باید این نیازهاش تأمین بشه. در این شرایط با عقب موندگی‌ها دولت اداره کرده، نه دولت، خود ملت اداره کرده، چون دولت مال ملته که دولت از خودش چیزی نداره، با کمک ملت اداره کرده. انتقاداتی هم از ضعف هم از هیچ کس بدون ضعف نیست، هیچ دولتی بدون ضعف نیست. اما اینکه تمام مشکلات تاریخی و کارهای دشمن رو بخوام جمع کنیم بذاریم رو کله دولت، فکر نمی کنم این انصاف باشه. اشکال داره دولت، مثل بقیه دولت ها، مثل بقیه بخش ها تلاش داریم میکنیم برطرف کنیم. هیچ وقت هم از تلاش خسته نشدیم، از فشارها و بعضا تهمت ها هم خسته نشدیم. من در جلسه استاندارانم گفتم تا روز آخر مثل روز اول. این تعهد ما به ملت هست، با همون سلامت، با همون پاکی. بذارید اینم بگم چرا بعضیا فکر میکنن دولت رو متهم کنن به ناپاکی سود میبرن. اولا ضرر میکنن چون به یه گروه پاک تهمت زدن، انسانیت خودشون مخدوشه، آخرتشون مخدوشه. چرا بعضی اصرار دارن یه دولت پاک رو در منظر جهان که به ایران نگاه پاک داره اینو ناپاک جلوه بدن؟ چه سودی هست واقعا؟ چه سودی هست؟ گله اونجاست که با پول دولت هم انجام بشه این کار. بده شما رو نمیگم، شما بالاخره به شما گفتم برو این سوالو بکن، شما میپرسید چرا مثلا چه اصراری هست، چی گیرشون میاد؟ اگه میخوان تو انتخابات سودی ببرن روش درستی نیست، خلاف قانون، خلاف اخلاق. هر کس باید خودشو معرفی کنه، نه دیگران رو تخریب بکنه. اگر کسی به دولت انتقاد داره خوبه بگه کدوم تصمیم دولت غلطه و به چه دلیل. اما کلی هر اتفاقی تو جامعه میفته بنویسیم گردن دولت. خب دیگران مگه در تصمیم گیری دخالت ندارن؟ اون نقشی ندارن؟ همه نقش دارن. حالا من از شما تشکر میکنم که سوال کردید. بالاخره من نمیخواستم امشب وارد این بحثا بشم، میخواستم امشب شیرین بشه بالاخره. حالا باز در حد امکان وارد نشدم. واقعا از شما تشکر میکنم. بالاخره خطاب من به جناب عالی نبود، شما رو هم یک همکار دولت میدونم. همتون از همتونم تشکر میکنم. فکر میکنم